بسم الله الرحمن الرحیم. مادر و کی در کار. در تویخانه داماد و عروس با ساز و ترنم خوشبختانه می نشستند. در صحنه باشد مادر داماد خرسندانه رقص و بازی می کرد. خویش و اقربا، شناس و بیگانه، قوم و محله همه برآمده با مادر داماد پول چسبانی می کردند. او در مرکز نظر همگان قرار داشت. مادر تخمینا نیم ساعت رقص می کرد. این حالت به عروس پسند نآمد و آهسته به گوش داماد پیچی راست کنان چیزی گفت. مادرتان را از صحنه برآورید. حالا دوگانه هایم بسیارند. آنها نیز رقص و بازی کنند. داماد یک تبسم کرد و از جایش برخاسته به صحنه برآمد. به فکر مهمانان داماد برای تبریک مادرش برآمد می گفتند. اما داماد راست به نزد مطربان رفته میکروفون را به دست گرفت. موسیقی خاموش شد. داماد به سوی مهمانان نگاه کرده مادرم به کی در کار گفت. مهمانان از شنیدن این سخن داماد همه کرخ شدند. همه اشان به یکدیگر نظر می کردند. داماد باشد باز مادرم به کی در کار گفت. همه در تعجب افتاده این حرکت داماد را نمی فهمیدند. نخواد که با مادر خود این گونه مناسبت کند می گفتند. در آن طرف عروس باشد لبخند کرده از حاضر گفتم را می کند، پس در آینده از خط کشیده هم بیرون نمی براید گویان فکر می کرد. داماد باشد باز مادرم به کی در کار گویان مراتبه سیوم تکرار کرد. همه خاموش کرخ شده بودند. از چشمان مادر زار غیلان غیلان قطره های اشک ها جاری می شدند. این سخنان فرزندش به قلبش مثل تیغ ضربه می زد. این دم داماد مادرم به من در کار گفته انگشتپانه نکاحش را برآورده به زمین حواله داد و به سوی عروس نظر کرده تو 3 طلاقی گویان مادرش را از صحنه برآورده رفت. مردم جمع آمده از مدعای حال خبر نداشتند و نمی دانستند که چه حادثه رخ داده است. خویشاوندان عروس از گریبان داماد گرفتند. این دم استید گویان پدر داماد آمد. داماد و خسورش همه را گفت. خسورش کمی اندیشه کرده داماد من فخر میکنم که به مثل شما بر این پسر دخترم را به عروسی دادم، اما از تربیه چنین دختر از خودم نفرت میکنم گویان از توی خانه برآمده رفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.